پیشیا گرتیگه ها اورمیه بریاره گرتیک بیت آزاد کرن که 23 سالن به توانا کشتنه ده گرتیگه هدایه. رمضان شیخو خلک گند دزام مرگواریه بری که بیت گرتن او کارگر بویه و گلش و پاشماین گند کم دکرن. به صدمه که حتی نهاجی به تمامی نزلاله گندیه که خواه بناوه حسین نیکزاد کشتیه. کسوکارین قربانی پشتیوان همو سالان ده داویه ده بریار دانه که بکوژ باب خواه عفو بکن. والله اما مثلا قتل عمدی بغیر غزل بومی مکشته بی اورگا مثلا زیده مثلا بخاطر نسبی و بخاطر منطقی زیده و تمش داره که خودی دم لی خوش بین. والله فقط هدف ما عنده مثلا منطقهش چون مبکت کس مثلا خرابی اکری حل لازم نکرد شهر خراب خواست گذشت عفی یک داره که خودی دو. چالاکوان مدنی ردینسپی و کسایتی نافچه مرگور او چند سال بون که ده هولدان ده بون حتی رمضان شیخو رزگار بکن. او به توانا کشتنه به جزای بدار وکرنه حاطب و سزادان. پشتی هولدان کذاف کسوکارین کشتی روژا شمیه لرهبراتی دادوری اورمی آمده بون و کاغذ لی خوشبون امضا کرن. والله مام رمضان بیکو پیش دا گنده دا شولا خدماتیت کرد. متاسفانه حالا ناخواسته یا وکی ماموستاش گفته به صورت غیر برنامه‌ریزی شده او قتل هات دسته دا تقریبا 24 سال پیش نکرده بی او قتل هات کردن و همچنین به همکاری جماعت برها رضایت ورگیریم بشین او باقی مانده عمری خوکو مای در و زندانه بگذاریم. ما امید هست که جماعت ما اوی فرهنگ و بخشش ناخود روش بروژه زیادتر بکن اول نهادینه بیتن که هم بشین هبخو گرفتاریت خو مشکلاتت خو مدیریت بکن به فرهنگ که جوان بخشش و به هوری یا مظنت ما اخسقلت ما ردینسپیت ما لمناطق مختلف دا رؤسای عشایر و همو معتمدت که هنه لمناطق ما دا حتی نوکه حتی زمانت مختلف دا حتی دولت آجی استفاده لیکریه وساطت وانا پادرمیانی وانا میانجیگری وانا با رفع اختلافات مختلف. سازی دادوری ایران دما ساله که دست به یک آلی کرن وان دوسیه یان کریه که به سالانه لبند یک آلی کرنه نه. اگر کسوکارن حسین نیکزاد رمضان شیخ و عفو نکربان اگر اکی زیده هبو. سپی که بدار وکرنه بو وی حاطب آمده کرن.